توضیحات دادن آقای دکتر عباسی، دستاوردهای بسیار مهمی است. همه در خاطرشون هست که حدود 2 سال قبل، 2 سال و نیم قبل، ما نامه نوشتیم به آژانس که راهکار تهران سوختش در حال پایان، اتمام. طبق مقررات آژانس، طبق آیین‌نامه‌ها، طبق ضوابط، به ما سوخت. پولشو بگیرید، سوخت به ما. گفتم بررسی میکنیم، بررسیشون تبدیل شد به این که ما بشینیم با 2 تا از این کشورهایی که میتونن این سوخت رو تولید بکنن مقاله می‌نوشتن، مصاحبه میکردن، میگفتن ایران بلوف میزنه، ایران نمیتونه بسازه. این سوخت رو ندیم، فشار بیاد به بخش درمان و داروی ایران، اینا کوتاه میان، ایرانی‌ها تسلیم خواهند شد. ما گفتیم شما اشتباه میکنید، ایرانی‌ها میسازن اینو. باور نکردن. همون موقع در جلسه 20 فروردین حالا چشاشون رو باز کنن، تو ایران 9000 تا سانتریفوژ داره میچرخه، اینا با طراحی ایرانیه، با ساخت ایرانیه. ممکنه حالا 4 تا قطعه از جای دیگه بیاریم که شما برید درش کارشکنی کنید، خلافکاری کنید، تخریبش بکنید. اونا هم بچه‌های خودمون خواهند ساخت. و دستاورد سوم سانتریفوژ نوع جدیدی است که ظرفیتش 3 برابر اون قبلی هاست. این اگر این 9000 تا، ما 9000 تا دیگه از این جدیدا نصب بکنی به اندازه 27000 تا قبلی غنی سازی میکنه. یعنی 9000 تا دیگه اگر ما نصب کنیم عملاً میشه 36000 از نوع قبلی.